سوریه و لبنان را می‌بینم. در شرق درهای وسیع و حاصلخیز دجله و فرات و در غرب سرزمین مصریان. این سخنانی بود که از زبان مناخیم بگین جاری می‌شد. نخست وزیر اسرائیل با سابقه‌ای طولانی در جرم و جنایت. سخنان او اما با گفتمان پیشین یهودیان در تضاد بود. تا پیش از آن صهیونیست‌ها از آوارگی، هولوکاست و مظلومیت دم می‌زدند، اما پس از تشکیل اسرائیل زبان و گفتار آنها تغییر می‌کند. آنها سخنان جدید بر زبان جاری می‌سازند که حاکی از اندیشه‌ای خطرناک است. اسرائیل بزرگ. از نظر آنها تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی تنها مقدمه‌ای از یک برنامه بزرگ به شمار می‌رفت. به همین علت بنگوریون می‌گفت این نقشه کشور ما نیست. ما نقشه دیگری داریم که نسل‌های بعد آن را اجرایی می‌کنند. ما باید قلمرو خود را از نیل تا فرات گسترش دهیم. اعلامیه آمریکایی‌ها درباره استقلال خودشان را ببینید. این اعلامیه هیچ اشاره‌ای به هیچ محدوده خاصی ندارد. ما هم مجبور نیستیم مرزهای خود را تعیین کنیم. این سخنان موشدایان بود. او از آمریکا حرف می‌زد، از اشغال، قتل عام بومیان و تصاحب سرزمین‌ها. در واقع صهیونیست‌ها طرح و نقشه‌ای عجیب در سر داشتند. آنها آمریکا را الگو قرار داده بودند و شرایط را به گونه‌ای در نظر گرفته بودند که در آن فلسطین و مردمانش به سرزمین آمریکا و بومیانش شباهت پیدا می‌کردند و صهیونیست‌ها خود را به مانند دریانوردان و کاشفان تصور می‌کردند. با این به این ترتیب تمام راهکارهای اشغال آمریکا برای اشغال فلسطین نیز نسخه پیچی می‌شود. رویا پردازی‌ها آغاز می‌شود و صهیونیست‌ها در خوابهای خود بر فلسطین از نیل تا فرات، خاورمیانه و حتی بر دنیا حکومت می‌کنند. در این حکومت وجود همتایانی در آمریکا و اروپا امکان برقراری روابط ژئوپلیتیک را فراهم می‌کرد و روابط ژئوپلیتیک قدرتی برای اسرائیل به همراه می‌آورد که همتراز نوعی حکومت جهانی می‌شد. آنها بی‌دلیل بازداشت می‌شدند و در سلول‌های تنگ و انفرادی قرار می‌گرفتند. اکثراً شکنجه می‌شدند. با آنکه بیگناه بودند، در دادگاه‌های نظامی محاکمه و محکوم می‌شدند. و از آن عجیب‌تر این که در صورت آزادی ممکن بود به قتل برسند. حتی زنان و کودکان. جامعه اسرائیل شباهت‌های بسیاری به جامعه آمریکا پیدا کرده بود. اعراب در حکم سیاه پوستان بودند. بیشتر از یهودیان محاکمه می‌شدند و احتمال آن بود ترکیبی از نژاد پرستی و کشتار هدفمند.
صهیونیست‌ها که از اردوگاه‌های آلمان نازی می‌نالیدند، خود مردم مسلمان را در اردوگاهی به وسعت فلسطین زندانی کرده بودند. This whole country is like a prison. We feel like birds in a cage. We have all the comfort and food we have, but we have no freedom. My life and existence is always being threatened. بالگری در جریان بود. مهاجران هم شرایط ایدئالی نداشتند. آنهایی که بعد از روزهای نکبت وارد اسرائیل می‌شدند، اجازه نداشتند در شهرهای مرکزی مستقر شوند. آنها در اردوگاه‌های موقت مستقر می‌شدند و سپس به شهرک‌ها منتقل می‌گردیدند. شهرک نشینی سیاستی خصمانه برای جلوگیری از بازگشت فلسطینیان بود و نوعی سپر دفاعی محسوب می‌شد. اعتراض یهودیان مشرقی در تابستان سال 1959 و از شهر حیفا آغاز می‌شود. موج بعدی اعتراضات در دهه‌های بعدی شکل می‌گیرد. مهاجران آفریقایی نیز نوع دیگری از تبعیض نژادی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. هنگامی که اعتراضات در اسرائیل فراگیر می‌شود، کارشناسان و جامعه شناسان اسرائیلی وارد ماجرا می‌شوند و متوجه می‌شوند چیزی از درون اسرائیل را به چالش می‌کشد. یک بحران. جاناتان شاپیرو، جامعه شناس اسرائیلی، در کتاب‌های خود به عامل بحران اشاره می‌کند. نخبگان اسرائیل در حال استثمار مردم بودند. ضرورت ایجاد یک ملت برای اسرائیل به ظلم اکثریت انجامیده بود و اقلیت‌ها در بدترین وضعیت بودند. وضعیت اولیگارشی احزاب مهمترین عامل بحران بود. هیچ تضمینی در مورد حقوق اقلیت‌ها وجود نداشت. اعراب در انزوا و در حال پسرفت بودند و به عنوان نیروی کار ارزان قیمت به کارهای پست گماشته می‌شدند. تا پیش از این در کتاب‌ها و مقالات اسرائیل را به عنوان الگویی معرفی می‌کردند که در آن گروهی اندک افراد مختلفی از کشورهای مختلف را با موفقیت دور هم جمع کردند و تشکیل یک ملت دادند. اشاره‌ها به اشکنازی‌ها بود. چون تمام نهادها و سازمان‌های مهم مانند هاگانا، آژانس یهود، تئودور هرتزل، وایزمن، مناخیم بگین، بنگوریون، آریل شارون، کمیته‌های مرکزی همه اشکنازی بودند. کتاب‌های تاریخی که در مدارس تدریس می‌شد نیز درباره اشکنازی‌ها بود. دیگر یهودیان هیچ سهمی در کتاب‌های تاریخی نداشتند، چون عقب مانده و بدوی محسوب می‌شدند. از نظر تاریخی یهودی بودن و عرب بودن هیچ اشکالی نداشت. یهودیان به راحتی در میان اعراب زندگی می‌کردند، اما با تشکیل اسرائیل اعراب یهودی با یک مشکل بزرگ مواجه می‌شوند: مشکل تنفر. جامعه اسرائیل از اعراب متنفر بود و اعراب مهاجر مجبور بودند هویت عربی خود را مخفی کنند. پنهان کردن هویت عربی و سرکوب دائمی خیش به احساس نفرت از خود تبدیل شده بود. ואני מגדירה את עצמי ערבייה? לא. קורא לעצמך ערבי. האם אתה מגדיר לעצמך ערבי? לא. האם אתה عربی؟ לא. راه حل پیش روی همان چیزی بود که در آمریکا به کار رفته بود: دیگ مذاب. طبق این نظریه افراد مختلف از جوامع مختلف در یک مکان گرد هم می‌آیند و از تعاملات آنها جامعه‌ای جدید به وجود می‌آید. جامعه‌ای جدید که در عین یک دست بودن ویژگی‌های فردی و اجتماعی گروه‌های مختلف اجتماعی را نیز دارا باشد. ولی دیگ مذاب بنگوریون حفره‌های فراوانی داشت. نژاد پرستی مهمترین چالش آن بود. چالش بعدی حکومت نخبگان بود. تلاش بنیانگذاران اسرائیل بر این اساس بود که اسرائیل نیز مانند آمریکا توسط نخبگان اداره شود. به این ترتیب به طبقه خاص در اسرائیل به عنوان محافظان و نگهبانان ارزش‌های بنیادین جامعه قدرتی اعطا شد تا اجازه ندهند توده مردم اصول بنیادین اسرائیل را به چالش کشند. این طرح مزایای بسیاری برای اشکنازی‌ها به ارمغان می‌آورد. در تاریخ یهود نیز شواهدی از طبقه‌ای از اشراف به چشم می‌خورد که در مواقع اضطراری بخشی از یهودیان را قربانی می‌کرد. ترکیبی از نژادپرستی و تبعیض نژادی به همراه حکومت گروهی از نخبگان و اشراف سلطه‌جو که مردم را قربانی منافع خود می‌کنند، چه فرجامی به ارمغان خواهد آورد. از نظر سیاسی از سال 1949 احزاب چپگرا در اسرائیل به قدرت می‌رسند و تشکیل کابینه می‌دهند. در سال 1977 مناخیم بگین از حزب لیکود به قدرت می‌رسد. در دهه 80 میلادی حزب شاس قدرت می‌یابد، ولی باز این لیکود است که در اسرائیل پیشتازی می‌کند. در دهه 90 یک سیاستمدار جوان در اسرائیل به قدرت می‌رسد.
بنیامین نتانیاهو، او تحصیل کرده آمریکا است. با افراد بسیاری رابطه دارد، از جمله میت رامنی نامزد ریاست جمهوری آمریکا و مناخیم اشنیرسن خاخام پرنفوذ یهودی. او با یاسر عرفات دست می‌دهد و خالد مشعل را ترور می‌کند و از همان سال درگیر فساد اداری و ارتشاء می‌شود. اما پس از اتفاقات سال 2000 و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، آریل شارون به قدرت می‌رسد. او رسما جنایتکار است و سابقه ای طولانی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان دارد. در کارنامه او قتل عام مردم بی‌دفاع در روستای القبیه و کشتار صبرا و شتیلا به چشم می‌خورد. تعداد تلفات شارون هرگز مشخص نمی‌شود، چون او از سوزاندن فلسطینی‌ها لذت می‌برد. وقتی شارون به جنگ و ترور روی می‌آورد، با شکست مواجه می‌شود و با شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه چیزی در اسرائیل خدشه‌دار می‌شود: امنیت. راستگراها با شعارهای افراطی توجه مردم را جلب می‌کنند. در این میان نتانیاهو که از حمایت خاخام‌های یهودی و مشاوران آمریکایی برخوردار است، موقعیت بهتری دارد. او با وعده‌های فراوان به قدرت می‌رسد و بنا به سوابق تجاری که دارد دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند تا با رشد اقتصادی رضایت عمومی را جلب کند. ایهود باراک از مخالفان سرسخت نتانیاهو به شمار می‌رفت. او در سال 1999 با وعده پایان جنگ در لبنان به قدرت رسیده بود. ایهود باراک از فرماندهان اصلی جنگ لبنان بود. در دانشگاه استنفورد آمریکا و در رشته تحلیل سیستم‌ها به تحصیلات تکمیلی پرداخته بود و به صورت منطقی از یک نگرانی دم می‌زد: هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل به منظور در اختیار گرفتن مناطق فلسطینی نشین مانند کرانه باختری رود اردن و نوار غزه رسما به شکلگیری یک حکومت آپارتاید خواهد انجامید. چون در صورت رأیگیری در مناطق فلسطینی نشین قطعاً فلسطینی‌ها به دولت فلسطینی رأی می‌دهند و این چالشی اساسی برای اسرائیل می‌شد. راه حل صهیونیست‌ها برای حل مسئله محاصره دائمی و جنگ با فلسطینی‌ها بود. به همین علت منطقه غزه به یک زندان بزرگ تبدیل می‌شود. چند سال بعد هنگامی که ایهود باراک وزیر دفاع می‌شود، راه حلی برای شکست‌های قبلی مطرح می‌کند: جنگ. اسرائیل طی عملیات سرب داغ به مدت 22 روز به نوار غزه حمله می‌کند. بمب‌های فسفوری بر سر مردم می‌ریزد. به نیروهای امدادی، بیمارستان‌ها، زنان و حتی کودکان حمله می‌کند. در این جنگ زیرساخت‌های غزه نابود می‌شود. سربازان اسرائیلی کودکان فلسطینی در خیابان‌ها را می‌ربایند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. اسرائیل رسما مرتکب جنایت جنگی می‌شود. اما این جنگ هیچ دستاوردی به ارمغان نمی‌آورد. ایهود باراک به عنوان مقصر اصلی کناره‌گیری می‌کند تا به زعم خویش جان تازه‌ای وارد نظام سیاسی اسرائیل شود. او به دنبال تغییراتی گسترده بود، اما شکست در برابر مقاومت منجر می‌شود تا نتانیاهو دوباره به قدرت برسد. تا پیش از نتانیاهو از نظر اسرائیل امنیت بر هر چیزی تقدم داشت و هر مسئله و موضوعی جنبه امنیتی پیدا می‌کرد. اما در دوره نتانیاهو اسرائیل با چالش جدیدتری مواجه می‌شود: چالش تندروی. تا زمانی که اسرائیل در حال پیروزی بود، نظامیگری یک افتخار محسوب می‌شد. ارتش بهترین مفسر تورات بود و شکست اعراب بر هیجانات می‌افزود. در این میان نتانیاهو که خود را متخصص در تروریسم می‌نامید، به ترور روی می‌آورد و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا از طریق مذاکره به امتیازاتی دست یابد و آنگاه رضایت صهیونیست‌های افراطی را جلب کند. به همین علت موارد مندرج در قطعنامه‌های مادرید و اسلو در معامله قرن جای می‌گیرد. در سال 2018 تبعیض به شکل قانونی در اسرائیل جلوه‌گر می‌شود و اسرائیل از تمام قطعنامه‌های بین‌المللی سرپیچی می‌کند. طبق این قانون اسرائیل منحصراً به عنوان دولت ملی قوم یهود شناسایی می‌شود تا حق و حقوق مسلمانان برای همیشه پایمال شود و زبان عربی محدود شود. در سال 2021 به 4 خانواده در محله شیخ جراح قدس حکمی ابلاغ
فراری دادن خانواده‌ها و جایگزین کردن یهودیان، سیاستی دائمی برای اشغال سرزمین و تغییر بافت جمعیتی و هویت قدس و فلسطین بود تا پس از آن سایر برنامه‌ها اجرا شود. اما از نظر نظامی و به ویژه پس از جنگ 33 روزه در سال 2006 شرایط میدان نبرد تغییر کرده بود. قدری صاحب نفوذ بود که فردی مانند نتانیاهو مقصر اصلی در ترور اسحاق رابین را به قدرت می‌رساند. But he was there and he didn't stop it. The man in the blue t-shirt approached. به همین علت نتانیاهو برای سالها تلاش کرد رضایت گروه‌های افراطی را جلب کند. To go back to Arab countries. We have to kill him, and not because he's an Arab, because he's a terrorist. I think you should also kick out the family. ولی تندروی و تبعیض نژادی نه تنها با مخالفت فلسطینیان بلکه با واکنش جبهه مقاومت و دیگر جوامع مواجه می شود و اسرائیل امنیت خود را از دست رفته می بیند. به این ترتیب اسرائیل که از بد به پیدایش به سرکوب